الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. قسمت سوم دمی درس الحکیم یا نام الحکیم الله سبحانه و تعالی چی هست؟ یعنی آخریش اول ما گفتیم که الحکیم فهمیدیم، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم معرفی کرد. حالا میایم سر از که با اسم الحکیم الله ما چه قسم زندگی بکنیم. یعنی انسان میخواد موحد باشه، یک تا پرست باشه، الله را بشناسه. پس وقتی که انسان میخواد که موحد و یک تا پرست باشه چی باید بکنه؟ یعنی وظیفه‌ش است که هر نام الله را که میشنوه و او را میشناسه ببینه که ما با این نام الله سبحانه و تعالی عقیدیم چطور است، فکرم چطور است. باید فکر خود جور بکنیم، عقیده خود جور بکنیم و عمل خود و با این نام الله چه قسم زندگی بکنیم. فهمیدیم که الله نام از نامهای الحکیم، نام اسمی از اسماء الله الحسنى و صفت از صفات الله هست و این سه نقطه اساسی داره. اول فهمیدیم که الله الحاکم است، حاکم مطلق است. چی معنی؟ یعنی بغیر از او کس دیگه حکم روایی کرده نمیتونه. وقتی کس دیگه حکم روایی بغیر از او کرده نمیتونه، حاکم مطلق الله هست. بناهن باید حاکم مطلق اساسی را باید ما قبول بکنیم و تطبیق بکنیم و قوانین دیگه که ضد حکم الله ساخته میشه از او دوری بکنیم. دوم شناختیم که الله سبحانه و تعالی او حاکم است با امر تکوینی و تشریعیش. اینال الله متعال حکم از او بالای هر چیز نافذ است. امی دست مرا 5 انگشت کی داده؟ الله. بر من در چرا 5 تا چشم ندارم، 2 چشم کی تعیین کرده؟ حاکم از کی هست؟ به حساب تکوینی الله. بر من یک بینی داده کی؟ الله. اینمی وجود چهره مرا و اینمی آسمان ها را، امی سیارات، امی آفتاب، امی قوتی که با یک روشنایی خود کل دنیا را مثلا به حرارت میره، ای کی هست؟ حکم تکوینی الله هست. و همچنان او ذاتی که مرا گفته 5 وقت نماز بخوان، حکم تشریع الله هست. او ذاتی گفته شراب نخو، الله هست. او ذاتی گفته که عبادت الله را بکن، الله هست. او ذاتی که ما را از شرک منع کرده، پس او حاکم حکم تکوینی و تشریعی است. باید به الله ما تسلیم باشیم. وقتی شناختیم اینا رو فهمیدیم که الله در بین بنده های خود حکم میکنه، هم حکم تشریعی و هم حکم تکوینی. پس در حکم تکوینی الله ما هیچ کس شریک کرده نمیتونیم، به خاطر که هیچ مخلوق نمیتونه که آسمان بسازه و زمین بسازه و ادعا کرده باشه. کلگی تسلیم از این هست که الله هست که زمین، آسمان، سیارات، مهتاب کل از این خلق کرده، بغیر از یک تعداد ملحدین و انسان های جاهل. اما ما همه ما و شما به حکم تشریع الله هم باید امی قسم تسلیم باشیم. ذاتی که حاکم است، حکم میکنه در دنیا و آخرت، بین مردم قضاوت میکنه. پس بفهمیم که در روز قیامت بین ما کی فیصله میکنه؟ الله. فیصله الله عادلانه هست. از این خاطر بسیار احتیاط بکنیم که حق کسی رو نخوریم، در حق کسی ظلم نکنیم، کاری نکنیم که در روز قیامت در قضاوت الهی شرمنده باشیم و در اونجا باز انسان نه دروغ گفته میتونه و نه دلیل غلط آورده میتونه، نه کدام واسطه و وسیله داره که باز او را مانع حکم الله شوم. چهارم فهمیدیم که هو الحاکم الذی یختص الحکم به، ذاتی که حکم مخصوص از او است. ولا یشرک فی حکمه احدا، یعنی الله ذاتی است که در حکم خود کسی را شریک نمیسازه. وقتی که الله خودش گفته که من در حکم خود کسی را شریک نمیسازم، پس ما هم باید در حکم الله کسی را شریک نسازیم که برای ما حلال و حرام تعیین بکنه، قوانین تعیین بکنه. که متاسفانه امروز این تواقیتی که قوانین نمیسازن و انسانها را میگن که مطابق حکم ما، در عصر فرعون، موسی علیه السلام یک فرعون بود، یک طاغوت بود. حالا ما و شما طاغوت دموکراسی، طاغوت سکولاریسم، طاغوت کمونیسم، طاغوت داروینیسم، و صدها قسم طواغیت است. از کل ازیه باید خدا چی کنیم؟ دور بکنیم. چرا که فهمیدیم که حکم مخصوص الله هست و در حکم الله باید کسی را شریک نسازیم. یعنی اگر کسی برای یک بت سجده میکنه،
در عبادت بدنی به الله ای بت شریک ساخت. اگر کسی قانون غیر الله را که ضد شریعت الله هست او را میپذیره، اونم قانون ساز اینجا با امرای الله در تشریع چی کرد؟ شریک ساخت. باید این را بسیار احتیاط بکنیم، خصوصا ما و شما که الحمدلله صفت الحکیم الله را شناختیم. و هو الحاکم الذي يجب ان يرجع الیه فی الاختلافات و المنازعات. ما وقتی که میخواهیم که با نام الحکیم الله زندگی بکنیم، وقتی با کسی اختلاف کردیم در کدام مسئله، هر قسم مسئله سیاسی بود، اقتصادی بود، اعتقادی بود، عبادات بود، معاملات بود، اخلاقیات بود، در هر چیزی که اختلاف کردیم، از حکم به کی راجع میکنیم؟ میریم به قرآن و سنت، میبینیم که الله چی میگه و رسولش صلی الله علیه و سلم چی گفته هست در این راستا. و طبعا الله متعال ذات مهربان است که پیغمبرای خدا برای چی روان کرده؟ خاطر از اینکه در بین مردم حکم بکنه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت ساخت و در خلال حکومت اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساخت، همینجا حکم الله را تطبیق میکرد. پس ما هم باید وقتی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، به خاطر اقامت نظام اسلامی و تطبیق شریعت الهی سعی و تلاش بکنیم. و این را هم فهمیدیم که حاکم ذاتی است که حکمش توحید است و هر حکمی که مخالف حکم الله است او کفر و شرک است و گمراهی است. پس باید از قوانین دیگه بسیار احتیاط بکنیم. بسیاری کسا در اینمی قسمت مبتلا هستند و در این مسائل امروز متاسفانه بسیاری کسا در اینجا در چی داخل هستند؟ در بسیاری از اینمی کفر و شرک به این حساب داخل میشن. پس ما و شما احتیاط میکنیم در این راستا. دیگر فهمیدیم که حاکم الله سبحانه و تعالی است، یعنی حکیم که اطاعت از حکمش از لوازم توحیدش است. از لوازم توحید است که باید حکم الله را تطبیق کنی و اطاعت غیرش، و اگر از حکم دیگران اطاعت کنی، این بسیار ما و شما شکایات خواندیم، این چی از شرک و گمراهی هست. از این خاطر هیچ وقت قانون کسی را که ضد شریعت الله هست، قوانین دیگر ما نه میپذیریم و نه هم بالای خود و نه بالای زیردستای خود و نه بالای فامیل خود و نه با در زمین الله او را تطبیق نمیکنیم. کوشش میکنیم که حکم الله و شریعت الله تطبیق شود. و هو الحاکم الذی حکمه حق و کل حکم غیر حکمه حکم الجاهلیت و طاغوت. باید ایران بفهمیم که حکم الله حق است و دیگه حکما که هست، هر حکمی بغیر از حکم الله، هر قانونی بغیر از شریعت الله، این قوانین کلش چی است؟ حکم طاغوت است و حکم جاهلیت است. پس نباید ما به جاهلیت و به طاغوت تسلیم شویم. این کلش مربوط چی میشه؟ مربوط به درباره از ما و شما آیات زیاد را خواندیم، باید بسیار احتیاط بکنیم. و هو الحاکم الذی یجب الایمان به و باحکامه کما یجب الكفر بما یخالفه من الطواغیت و قوانینهم. ما باید به احکام الله ایمان داشته باشیم و به حکم طواغیت و حکمای جاهلیت و حکمای دیگه که هستن با تمام از اینا کافر شویم. باید به دموکراسی کافر شویم، باید به پلورالیسم کافر شویم، باید به سکولاریسم کافر شویم، باید به دموکراسی و سکولاریسم و کمونیسم و داروینیسم و فلسفه ارسطو و سقراط یا کافر شوی، تا که تو واقعا اما حکم الله سبحانه و تعالی را ایمان داشته باشی. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. دوستای عزیز، اینا را فهمیدیم و انواع طاغوت فهمیدیم که طواغیت مثلا گاهی در لباس انسان میه، گاهی در لباس یک فکر و اندیشه میه، به انواع مختلف است. باید تمام طواغیت رد بکنیم. دیگه فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی حاکم است که چی میشه؟ فیصله میشه مطابق حکم است. باید به محکمه مسلمانان داشته باشند که در اونجا شریعت الله مطابق از او فیصله شود و اگر این محکمه دیگه که مخالف شریعت الله حکم میکنه، این کلش محاکم طاغوتی هست. الله پاک ما و شما را به این محاکم احتیاج نسازه و از این محاکم دور بسازه. دیگه الحکیم ذاتی هست که تمام اوامرش و تمام احکامش و تقدیرش کلش مطابق حکمت است و الله سبحانه و تعالی ذات با حکمت است. و همچنان فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی تمامی احکامش بسیار با احکام هست، یعنی محکم است. یعنی الحاکم الحکیم، الحاکم الحکیم، ذو الحکمه والحکیم
المحکم فی تشریعه و تقدیره و اوامره، کلش بسیار برای تدبیر و استواری و دقت است. پس ما حکم امو ذاتی را تطبیق میکنیم که تمام احکام از او با دقت است و با بسیار اتقان و با بسیار خوبی هست. و الله متعال ما و شما را توفیق بده که در این عصر که زندگی میکنیم از شرک و کفر در تشریع نجات پیدا بکنیم و امو احکام ذات حکیم امو قسم که به او ایمان داریم 24 ساعت مطابق از او عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.